با من باشین. امروز فقط قراره تو خونه استراحت کنیم، نه کاری انجام بدیم، نه باشگاه بریم، نه بیرون بریم، فقط فیلم ببینیم و استراحت کنیم. خب من گفتم امروز میخوام استراحت کنم، ولی از اون جایی که من یه کوزت درون دارم که واقعا هیچ جوری نمیتونم کنترلش کنم. این مختص منه ها، نمیخوام توهین کنم، من خودم یه خانم خونه دارم، حالا دانشجو هم هستم و کارم نمی کنم، قبلا میکردم و اینا، ولی با اینها دوست دارم. مثلا من عاشق آشپزیم. من از وقتی 11 سالم بود آشپزی کردم. اولین غذایی هم که درست کردم، اولین غذا قیمه بود. همیشه کنار دست مامانم میشستم نگاه میکردم و اینا وقتی غذا درست میکرد. یه روز رفته بودم بر جهیزیه خالم بیرون بخرن با پدر بزرگ مادر بزرگم. من فرصت رو عالی دیدم، شروع کردم قیمه درست کردن. خدایی هم خیلی خوب شد، هم برنجش هم خورشتش هم همه چیش. فقط وقتی برگشتن اومدن تعجب کردن و منم کلی کیف کردم و اینا. اون موقع ما جانونی پلاستیکی داشتیم، من جانونی رو گذاشتم رو گاز روشن و سوخت. بله، بوی پلاستیک کل خونه رو گرفته بود. اصلا هم ادا در نمیارم، بدم میاد. چیزی که انجام دادم و میگم انجام دادم، چیزی که انجام ندادم و من نباشمم هیچ وقت راجبش صحبت نمی کنم. الانم اینا رو بر خودم خورد کردم، اندازه سرم هر کدومو آب رستورانی درستشون کنم. اینا رو این شکلی خورد میکنیم، بعد آدم میندازتشون توی آب در حال جوش به اندازه 1 دقیقه، بعد آب کشی میکنیم، بعد میذاریم تو سرخ کن که نمیبینین نشونتون میدم. خب من الان آبم جوش اومد، سیب عزیز رو میریزیم تو آب در حال جوش که توش نمک هم زدیم. بله میسوزیم اینجا توی این مرحله. بعدش وقتی این جوش اومد من اول آب کشش میکنم، بعد آب کش رو میذارم توی این ظرفم، لگن میگم بهش، که آب سرد توشه، که یه شوک به سیب زمینی بدم. بعد یکم در حد 1 قاشق روغن بهش میزنم و میذارمش توی سرخ‌کنات. ایر فرایر دیگه در اصل. و اینکه من این اولین باریه که دارم میام جلوی دوربین و کلن اولین باره. خیلی وقت تو فکرشم، خیلی دوست داشتم چندین سال این کار رو انجام بدم، ولی همیشه از شروعش میترسیدم. حس میکردم علمشو ندارم، بلد نیستم، نمیتونم صحبت کنم، جذاب نیستم برای دیدن مردم و اینا. نه اینکه اعتماد به نفسم با این باشه، ولی یه جورایی وقتی یه خورده از کمالگرایی شروع میکنی رفتن به سمت کمال پرستی و همه چیو تو ذهنت برای خودت میسازی، شروعشون میکنی، حرف میزنی راجبشون، ایده پردازی میکنی، پیش میبری، به یه جایی هم میرسی تو ذهنت، ولی در اصل هنوز خودت هیچ کاری نکردی. یعنی فقط همه چی صرفا تو ذهنته و این خیلی بده و این یکی از مشکلاتیه که من با خودم دارم. ولی امروز گفتم که سارا پاشو شروع کن. میدونم شاید خیلی مسخره باشه، میدونم شاید خیلی پیش پا افتاده و ساده و حتی نازیبا باشه، خیلی رندوم و معمولی و اینا باشه، ولی خب بازم من شروعش کردم. گفتم بذار نقطه شروعم باشه که بگم خب من از الان به بعد به جای که همه چی تو ذهنم تشکیل بدم و حرف بزنم راجبشون، نمیدونم ایده پردازی کنم، فلان کارو بکنم فلان کارو نکنم، شروعش کنم حتی به بدترین شکل ممکن، حتی با مسخره ترین ویدیوها، شاید که شاید مثلا مخاطب نگیره، خیلی کم بگیره، یا اصلا هیت بگیرم اگر بعداً مخاطب بگیرم یا هر چیزی، ولی شروعش کردم چون میخواستم به خودم ثابت کنم که میتونم، که همه چی قرار نیست فقط تو ذهنم باشه، من توانایی اینو دارم که چیزی رو که میخوام انجام بدم. ولی بریم ببینیم چی میشه. خب
سیب زمینی ها رو الان گذاشتیم توی این آب. یه شوک گرفتن. این روشی که من خودم انجام میدم و نتیجه مطلوب میگیرم. نمیدونم حالا بذارم دوربین خودم بری کنم، نمیدونم حالا 100% روش خوبیه، درستیه، واقعا روش رستورانی شکلیه یا نه، ولی من برای خودم و همسرم و خانوادم درست میکنم که خیلی دوست دارم. میگن خیلی تفاوتی نداره با اون تو رستوران درست میشه، ولی سب میکنیم تا آبشون بره و یک مقداری روغن روشون میزنیم و میذاریم توی سرخکن. خب اینم از سیب زمینی ها. به این شکل زیبا. اصلا تنها چیزی تو دنیا که همه جورش زیباست، پختش، سرخ شدهش، تنوریش، فقط سیب زمینی. اصلا از ظاهرش نباید قضاوت شد. من این سیب زمینی رو با این حماسی که دیروز درست کردم با هم به عنوان نهار، وعده نهارم میخورم دیگه، چون از اونجایی که من خیلی وضوح تصویریم بالاه ماشاءالله میبینین، اصلا نباید این چیزا رو بخورم، ولی خب یه وقته آدم واقعا احتیاج داره چیت دی داشته باشه و ریلکس کنه، از اون فاز رژیم همیشگی و ورزش و این چیزا بیاد بیرون. و من الان میخوام برم میسیز میزل قشنگم رو ببینم دیگه تا آخر شب، کلن تا وقتی احسان جانم بیاد میخوام میسیز میزل ببینم. من فیلم سریال زیاد میبینم، کره نه ایرانی خیلی نمیبینم. ایرانی من عاشق شهرزادم فقط، ولی از همه فیلم و سریال هایی که میبینم میسیز میزل اصلا یه جای عجیبی تو قلب من داره، قد دوستش دارم. فعلا خداحافظ تا روزهای بعد.